ما یک اشتباه مرتکب شدیم. به عشق شما باور نکردیم. ما را ببخشین لطفا. بیاین دستای ما رو ببوسیم. ширкати софсавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, бақувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. الیف، دنیز منتظر تو است. دنیز آمده؟ کجا منتظرم است؟ اینجا آمده؟ سر میز نکاح. از گفتن پشیمانم ساخته. لطفاً بگو الیف جان شب چی خواب دیدی؟ به شما چی؟ لطفاً بگو دیگه، بسیار خوش معلوم می شدی. خواب دیدم که امرای دنیز عروسی میکنه. خب ادامه بده. مادرمم حضور داشت. گفت بسیار خوشبخت میشه. معلومه که مادرتا میره میخوایی. خداوند حقیقت تبدیل کنه. آمین. اما هنوز ختم نشده. بیا تمامش با ما بگو الیف. مادر و پدر دنیز هم اونجا بودن. حتی در خوابم تو رو راحت نمیمانه. من همه قسم فکر کردم اما اونا با تبریکی اومده بودن. راست میگی؟ بسیار خوش بود. در زندگی واقعی هم همه قسم خواد شدی. البته یک روز سر قبول خواد کردن. خوابایت برعکس میشه. فکر میکنم که احمق خبر نداره.
جانم به هیچ کس نگفتم که با نکاح میریم. هوش کنی توم به کسی نگویی. دیوارا گوش دارن. در این شرایط بالای هیچ کس باور نمیشه. درست است جانم، تشویش نکن. خوشت آمد؟ جذاب شدیم؟ بسیار جذاب. بله، من قماندان دنیز زایدین هستم. شماره تلفن یک قماندان ضرورت دارم. باید یک خبر مهم برش برسانم. نامش اردالوزگور است. دست زیم. در روزی برشان طلا تو فهمیدیم. آی سنجر شوخی نکن. درست است. درست است، منتظر هستم. بسیار زیاد تشکر. دنیز؟ ما میخواستم برایم. امروز درس داری؟ نه خیر. میخوایی که به این نکاح یک جای بریم؟ هیچ ضرور نیست پدر. در وقتش ما هم زیاد درد ندیدیم از دست او دختر چادر پوش. گرچه تو موضوع را بسته کردی اما بازم همراه پدرت برو و ببین که از چه قسم یک فلاکت برگشتی بچیم. مادرت کاملا حق به جانب است. بیا همراه ما بریم. نوبت تو هم میرسه جنرال. اما اول نوبت قدرت است. صبح خیر. از این شب تو حالا طرف تلفن سایل داری دنیز؟ نه خیر پدر، چیزی مهمی نیست. بفرمایین. درست است، یک لحظه. بفرمایین بگوین. بسیار زیاد تشکر. چی گپ است؟ شماره یک دوست من کار داشتم، اون را گرفتم پدر. بچیم تو کدام مشکل داری؟ دیروزام شیشه رو شکستاندی. پدر میشه 2 دقیقه در تانگ تل توقف کنین؟ بچه من از تو چی سوال میکنم اما تو چی جواب میدی؟ پدر فقط 2 دقیقه لطفاً. درست است. توقف میکنم. عجله کو من کار نمیرسه. درست است. خانوادی خبر دارن میاین؟ آمدیم. خوش آمدین. بسیار مقبول شدی. بسیار تشکر. تبریک باشه. خوش آمدین. خوش باشین. جانم اینا دوستای دانشگاهی مستن، فیلیپ، سهیلا و ایلیف. دلیک همیشه درباره شما میگفت. خوب شد که از نزدیک با هم معرفی شدیم. بر صورت اما ببینم که مادرمشان کجاستن.
عجله که جواب بده زنگ است. چند بار زنگ میزنه، چرا جواب نمیدی؟ میترسم شاید از قرارگاه زنگ زده باشن. بس مهم نیست، جواب نده. تو اینجا چی میکنی بچه؟ آب میگرفتم پدر. یک آب گرفتن خوی وقت نمیگیره. اونا نکار بسته کردن، ما هنوز در راه هستیم. دیر شد، عجله کو. درست است میام پدر جان. دریک چند دقیقه بعد میریم. خب جانم، کسی بر زنگ زده بود. مهم نیست جانم، دقیقش نباش. خواهرم میخواد یه عکس بگیره. شما هم برین استاد شوین. طرف راست برین، راه کوتاه میشه. مطمئن هستی بچم که دور نمیشه؟ مطمئن هستم. دور بخوره. درست است، دور میخورم. من قبلا رفته بودم، بلد هستم، از اون خاطر گفتم. ای دیگه چی است؟ نمیفهمم. تو گفتی بلد هستی؟ نمیفهمم پدر، حتما اشتباه آمده. بچم تو میخوای چی کنی ها؟ پدر چی شده؟ چطور چیزی نشده؟ اول به خاطر گرفتن آب، حالا هم از راه غلط آمدی. وقت ما را بسیار تلف کردی دینیز بچم. تو میخوای چی کنی؟ هدف تو چی است؟ چوب باش یک کلمه دگام نگو، نمیخوایم چیزی بشنو. با اون نکا میریم، مرا مصروف نساز. زود بیاین، منتظر هستیم. درست است. خب جانم، اردل یک بار ببین کی زنگ زده. من میبینم. این شماره ناشناس است. زنگ بزن، بسیار پریشان هستم. شاید از قرارگاه زنگ زده باشن. درست است. بچم زنگ جواب بده. بله. شما با ما زنگ زده بودن. من قماندان دنیز هستم، دنیز آیدین. بچه جنرال سنجر؟ بله. ما و پدرم با یک نکا میریم، داخل موتر هستیم. یعنی در قرارگاه نیستم. دوسیه را سر میز مانده میتونه. کی بود عزیزم؟ چی میگفت؟ بچه جنرال سنجر بود. دنیز بود؟ او را میشناسیم؟ بله، اما چرا زنگ زده بود؟ گفتم رای پدرم به یک نکا میریم. دنیز حتما به خاطر خبر دادن به شما زنگ زد. خب حالا چی کنیم؟ نمیفهمم. تمام بشیم، حالا چی کنیم؟ چند لحظه بعد میرسن. خب بابا حالا چی کنیم؟ تو آرام باش، ما یک کار میکنم. شما همینجا منتظر باشین، ما کوشش میکنم یک کار کنم. بفرمایید، نوبت شماست. درست است، چند دقیقه صبر کنین. گوش کنی، از اینجا بیرون نشی، نباید تو را ببینن. پدر، سالن این طرف است. ما برای نشستن آمدیم بچیم، با دیدن عروس خانوم میریم. بیا. یکی بگوید تو را چی به عروس؟ جنرال صاحب، قماندان، همه گیری به نکای خود دعوت کردین، اما ما را فراموش کردین. خواستم در بین خانواده انجام بتیم. بسیار ببخشین که بعجله شد. بله، ما هم از خانواده تو گفتم میشیم. همه تو نیست قماندان؟
همینجا هستن پیش دروازه گپ زده میرن. خدایا تو برام کمک کو، تو برام صبر بده. قماندان راحت باش هیجانی نشو. عروس کجاست؟ میتونیم او را ببینیم؟ راستش پدر ما به سالن بریم اونا میاین لطفا. نه خیر، مثل بیگانه ها در سالن نمیشه، باید از نزدیک ملاقات کنیم. در ضمن ما کمی عجله داریم، توفه را آخر میتیم. عروس خانم بیرون نمیشن؟ نه خیر، دیگه چاره نداریم. من میرم. صبر کن، من یک نقشه دارم. ای محترم، همه منتظر شما هستن. اگه نمیری نوبت به کس دیگه داده میشه. قماندان، عروس زیاد بدرنگ است؟ چرا نمیخوای به ما نشان بدی؟ بالاخره یک روز خواد دیدیمش. نه خیر جناب صاحب، خانمم بسیار مقبول است، از چهرهش نمیشرمم. جلوی کنین تو یک یا منتظرم هستم. تو صدا کردی اما فکر میکنم نمیخوای بیرون شوه. حتما کدام مشکلی وجود داره. عروس خانم امی است؟ خوش آمدین، مدلک هستم. معذرت میخوایم، منتظر مانده. آماده میشدم. خواهش میکنم. نوبت نکای ما رسیده آقا، لطفا در سالن تشریف ببرین. ضرور نیست، ما زیاد عجله داریم. توفه خدا داده حال میریم. دنیز بچم توفه کجاست؟ پیش خودتان بود. پیش ما بود؟ بله پیش ماست. درست است، بفرمایید. مبارک باشه. بسیار زیاد تشکر، زنده باشین. بریم بچیم که کار داریم. تبریک باشه. بسیار زیاد تشکر قماندان صاحب. خداوند از شما راضی باشن. اونا رفتن. دیدی که دینیز چی کرد ایلیف؟ هنوزم همه قسم فکر کو. عجله کو، لباسای تا تبدیل کو.
بیاین. خانم رنا، یک آقا آمده به نام ابراهیم اویگون میخوای امروز شما ملاقات کنه. او دیگه چی میخواه؟ ما خواهش نفهمیدم. ای بار بیایه، اما بار دیگه به هیچ وجه داخل شده نمیتونه. گپ مفهمیدی؟ درست است خانم رنا. کدام سوال مانده که نپرسیده باشی ازم؟ تشویش نکن، پریشان نمیسازمت. حتی زیاد خوش میشی. من میرم، به خاطر خبر دادن آمدیم. امیدوار هستم فکر نکرده باشی که به خاطر نرفتن برات عذر میکنم. نه خیر، این قسم فکر نکردیم. غرورت از همه چیز برات اهمیت داره. تو جدی هستی؟ هنوزم باور داری که ما و تو یک جای شدن میتونیم؟ تو باعث شدی که دخترم از بین بره. من در این کار مقصر نیستم. قاتل دختر ما بیادرت است. بس است دیگه، دروغ نگو. چرا بالای ما باور نداری یا؟ یک بار باور کن. از تو بسیار خفه هستم. لطفاً مرا ببخش. از اینجا برو. تو را هرگز نمیبخشم. هرگز. اما من تو را میبخشم.
چی شده؟ تحت تعقیب هستیم جنرال صاحب. سرعت بگیر. عجله کو. این میخواه چی کنه؟ چی میکنه؟ سرعت بگیر، عجله کو. عجله کو. درست است. سرعت تا کم کو. اجازه بده که بره. همین رو پیدا تونستم. مرا نمیشناسی و ندیدی، فهمیدی؟ حالا برو بخیر دیگه. مادر؟ دینیز بیادر؟ مادرم کجاست؟ بیرون رفته. تو چرا هنوز اینجا هستی؟ آها، مادرتان تا هنوز امرای خانم میشه گپ نزد. سو خاطر میفهمی که کارت غلط هست همون نیست؟ دینیز بیادر مرا ایلیف و شما بسیار بد معرفی کرده. شما مرا غلط درک میکنین. لازم او امرای شما بازی میکنه. منظور چیز هولیا؟ او احمق که زیانم داره، از خانه ما بیرون نمیشه. تو که میری بازور میبینه. هولیا از حدت میگذری، درست گپ بزن. بیادر جان، تو به خاطر او دختر چرا خودت تبا میسازی؟ حتی صاحب خانم در درست فهمیده که چه قسم دختر است. دیشب صاحب خانه به خاطر اخطار دادن ما آمده بود. چطور است یابرک جان؟ خوب هستم سنم جان، تو چطور هستی؟ گرچه زیاد خوب معلوم نمیشی. میبینم چشمای دلقه زده جانم. نتونستی بخوابی؟ درباره کسی فکر میکردی؟ بله فکر کردم. درباره تو فکر کردم. چرا؟ ها، به خاطر ما و دینیز بخیلی کردی؟ چرا باید بخیلی کنم؟ ای بیبی، ما به خاطر یک نصیحت دوستانه پیشت آمدیم. دینیز بعضی ذوقای ساده داره. با دیدن تو برام واضح تر میشه. واضح تر گپ بزن. میخواستم بگم متوجه حجاب بوشا باش. متاسفانه دینیز در مقابل اونا ضعف داره. یعنی نمیخوایم تو جگر خون شوی، از او خاطر میگم. لطفا مرا مثل دیگرها فکر نکن. بیبی دینیز زنگ زده. بله بفرما دینیز جان.
بله منتظر هستم. درست است، بیا جانم. الیف بده نیست تو زنگ میزنی یا ما زنگ بزنم؟ ها کدامش؟ بس از دیگه مشکلتان حل کنین. آی راستش از دیروز تا حال چندین بار دی بارا فکر کردم. پس درست است، هر جای که از پیشش برو. به نظر مام از زنگ زدن که دیدنتان بهتر است. دزم شما خونه کام کردین. وقتی دربارش فکرام میکنم هیجانی میشم. بس است، ضرور نیست هیجانی شوی جانم. برو جانم عجله کو تا که گپ نزدی نیا. برو دیگه. بسیار زیاد پریشان هستم یاپراک. باز موضوع الیف است. پشت دختر رها کو بلیاس خدا. کاشی کار کدم میتونستم. این بار چی شده؟ او احمقی که زیان نام دارنی هر دقیقه در خانه الیفشان میره. خواهرش برم گفت. خوب شد فهمیدی. گپ مرا خو قبول نمیکردی. من هنوزم قبول نمیتونم. الیفی را که من میشناسم با الیفی که مردم برام معرفی میکنن فرق میکنه. طرف مثل که او دختر داره جدا نکرده باشه. گپ ناق نزن. راستش تو کور شدی. خواهرش برات میگه اما تو هنوزم باور نمیکنی. شاید از بخیلی میگه، رابطهشون خوب نیست. از او خاطر شاید تو کنه. بیبی شاید تو باور نکنی دینیز جان، اما این حقیقت است که او حتی به تو زنگ نزد. او دختر لیاقت تو را نداره. بلند شو برو دستوری تا بشوی تا با خود بی. ما برات چای میخوایم. برو دیگه. بله بله الیف یاپراک میفهمم که به دینی زنگ زدی جانم، اما او فعلا مصروف است. میشه برش بگویی که من زنگ زده بودم؟ البته که میگم جانم، اما فکر نمیکنم که برات زنگ بزنم. زیاد پریشان است. هیچ نمیفهمم که برات چی بگویم. به نظر من یک مدت از او دور باش. زنگ نزن برش وقت بده تا کمه به خود به جانم. یاپراک کی است؟ الیف است؟ بله؟ فکر میکنم مزاحم شده، معذرت میخوایم. خواهش میکنم الیف جان، منتظر زنگ تو بودم. چندین بار خواستم زنگ بزنم اما جرأت گپ زدن نداشتم. میخواستی چی بگویی؟ نه خیر نگو من پیشت میم. باز بگو تو کجاستی؟ درست است تا 10 دقیقه دیگه میرسم. درست است، خداحافظ. چی شده؟ عروسی میکنم. قاتل
جنرال صاحب. اوه جنرال صاحب، شما اینجا چی میکنین؟ با نکایی که دربارش براتون گفته بودم رفتم. چی شد؟ عروس چادرپوش دیدین؟ با نظرم کنم فریب کاری کردن، اما چیزی رو نفهمیدم. عروس با قماندان پیش روی آمدن. خب بیرون رفته در این باره گپ بزنم. حتما جنرال صاحب. خوب حال بگو. اگه خواسته باشی کارای کار شروع کن. پس مرا دوست داری ها؟ تا نگویی مرا دوست داری کار نمی کنم. الیف، میفهمی منتظر چی هستم؟ بعد از قدر مشکلات هنوزم نمیگی. بسیار زیاد میشرم. درست است. پس در گوشم بگو. دوستت دارم. تو برش هیچ چیز نگفتی یاپراک؟ چرا مانعش نشدی؟ او به گپ ما گوش نمیده. گرفتار و دختر شده، هر دقیقه از پشتش میره. خداوند جزای او دختره بده. بچه ما تباه ساخت. خانش را یارم باشم. چطور آرام باشم. خوش آمده این آقا سنجر. خوش باشی. خدای قدر جگر خون نسازه. اونا تصمیم خدا گرفتن، با هم عروسی میکنن. اول باید مرا از بین ببره. دینیز نباید با او دختر عروسی کنن. نباید عروسی کنن. اینجا چی گپ است؟ دینیز امرای کی عروسی میکنه؟ شنایی زود جواب ما بده. عذر میکنم بچه من نجات بده. او دختر چادر پوش بچه من فریب داده. قرار است با هم عروسی کنن. چی شد؟ گپ زدین؟ گپ زدیم. از اون قصه کو چی گفتین؟ تذکره ما بدی نیست دادم. گفتم کارای کارا شروع کنم. مادرش زیاد اصرار کرده. وقتی در بستر مرگ بوده نکاشانو بسته کرده. بچه ما تباه ساخت. خداوند جزای او دختر احمق بده انشالله. شنایی بسر مرا بیشتر از یه عصبانی نسان. دعای بد نکن. ما خودم میفهمم که چه قسم مانعی نکاح شود. سنجر کجا میری؟ سنجر جواب بده. میخوایی چی انجام بدی؟ تو یک کار انجام بدم که دنیز از او دختر نفرت کنه. عروسی را خوبان حتی طرف سایل نکنه.
چقدر دیر کرد. بسیار زیاد تشکر از برکت توی کارم. خواهش میکنم بیادر، انشالله که بعد از این نوبت ما و سایلا باشه. انشالله. حال یک کار دیگه مونده، باید به خانواده خود بگویم. یا بیادر مطمئن هستی؟ بیبی اول نکاح کنیم بعد از او خبر بده. نه خیر اردال، ما این کار با ایلیف نمیتونم. او را از هیچ کسی پنهان نمیکنم، از هیچ کسی دور نمیسازم. ما هیچ کاری نمیکنیم که بشرمیم. ما سر خانم زیبای خود افتخار میکنم. من با تو چه گفتم ها؟ چه گفتم ها؟ نگفتم اون دختر از بچه‌م دور بساز؟ آقا شما بعضی چیزا رو نمیفهمید. اما چی رو نمیفهمم؟ چی رو نمیفهمم؟ عروسی کردنه؟ با چه احمق ممرای دختر نکاح کرده؟ خبر داشتی اما تو نیست چرا دهنت باز مانده؟ اما هنوز یک فرصت دیگر داری تا قبل از نکاح رسمی باید این کار ختم کنی. با زور دختر عاشق خود بسازم اما من نمیخوایم. بله اصول کار بگی. از هر روشی میخوای استفاده کو، اگر نه او را از بین میبرم. هر کاری که میکنی بکن اما او را از بچه‌م دور بساز. فهمیدی؟ کاکا ابراهیم چی شده دخترم؟ وقتی گفتی زیاد مهم است به تشویش شدم. بفرمایین بشینین براتون میگم. از اینکه لبخند به لبایت است حتما خبر خوب داری. کاکا ابراهیم ما و دینیز عروسی میکنیم. همراه قماندان؟ چی وقتی تصمیم گرفتین دخترم؟ ای آخرین خواست مادرم بود. در حضور مادرم ما نکاح کردیم. دینیز امروز کارهای رسمی را شروع میکنه. تبریک باشه. چی بگویم؟ شما بالای من قهر هستین کاکا ابراهیم؟ نه خیر دخترم، قهر نشدم. چرا قهر شوم؟ من فقط به تشویش شما دو نفر شدم دخترم. این روزها را ما هم تجربه کردیم اما بیبی عاقبت خیر نداشت. اما هر مشکل قبول داریم. جدایی را هم قبول دارین دخترم؟ دختر مقبوله. انسان هر چیز تحمل کرده میتونه اما جدایی را تحمل نمیتونه. خداوند شما را از هم جدا نسازه. آمین. خوش آمدی بچیم. امروز زود آمدی. پدرم خانه است مادر. خانه است. چی شده؟ درباره یک موضوع مهم امرویتان گپ میزنم. پدر دهولی است. دینیز بچم خوش آمدی. چطور هستی؟ خوب هستم پدر، زنده باشن. سنجر جان، دینیز میخوای همراه ما گپ بزنه. گفت بسیار مهم است. خب بشنوم بچم، مشتاق هستم که بشنوم. پدر حاشیه روی نمی کنم. موضوع درباره ایلیف است. باز دیگه او دختر از کجا شد بچیم؟ مادر ما حقیقت به شما نگفتیم. ما و ایلیف هیچ وقت جدا نشدیم. دینیز تو چرا این کار میکنی بچه؟ بارا برات نگفتم که به این کارت راضی نیستم؟ گفته
مادرم هم گفت، شما هم گفتین، الیف هم گفت، همگی برام گفت. اما من عاشق شدم پدر. میخوایی بگویی که گپای ما برای تو هیچ ارزش نداره؟ مشنوی شنایی؟ بیازو تو قبلا تصمیم خود گرفتی. از ما چی انتظار داری؟ میخوایم کمکم کنیم. من امروز کارای این کار آغاز کردم. یعنی فقط با ما خوش باشین گفتن ماندی؟ ما در قسم نگوین. ما دیگه تحمل نمیتونم. شنایی لطفاً بشی. من از این پیوند راضی نیست، اما مانعشم شدن نمیتونم. به اندازه کافی او دخترم میشناسم، اما مجبور نیستم دوستش داشته باشم. یعنی باید همراه بچه خود باشی. این تنها اولاد ما است. سنجر زندگیش تباه میشه، از وظیفهش اخراج میشه، اعتبار تو هست بین میره. تو متوجه هستی که چی را قبول میکنی سنجر؟ حتما دنیز دایی باره خوب فکر کرده، همه تو نیست؟ بله پدر، تصمیم من جدی است. همراه الیف عروسی میکنم. جزای کارهای خودم میبینم. ما سنجر آیدین که همراه ارتجاعی ها مبارزه میکنم، باز با بچه خود یه خانم چادر پوشه میگیرم. وای نکو بچه، از این کار منصرف شو. نمیتونم مادر، از الیف منصرف نمیشم. درست است شده، درست است. چه وقت با خواستگاری دختر داری؟ به خواستگاری؟ خواستگاری دیگه از کجا شد؟ باید خواستگاری کنیم، اما تو نیست. او دختر خانواده نداره، اما بچه ما خود داره. بچه ما از خود پدر مادر داره. اگر راضی نباشه ما باید وظیفه خود انجام بدیم. برش خبر بده. امشب به خواستگاری میریم. اگر قوم خیشدار را دعوتشون کنیم، در ضمن از تو هم یک خواهش دارم. از این نارضایتی ما باید کسی خبر نشه. خوشی را خو از ما گرفتی، حداقل اعتبار ما را از بین نبر. پدر، تشکر از همه چیز. از این کارت پشیمان خود شدی. از تو کده بیشتر الیف ده این کار ضرر خود دید بچه. سنجر، چی میخوای انجام بدی؟ خواستگاری چی؟ تو چی میگی؟ کدام خواستگاری؟ دینیس نباید بالای ما شکانه اجازه بده تا آخر فکر کنه که ما هم دستش هستیم. حتی لباس عروسی هم میخریم. راحت باش. خانم شنایی، من خانه رفته میتونم؟ بله رفته میتونی. خولیا، به خواهرت بگو که شام به خواستگاری میایم، خبر باشه. ای پولم بگی برش بده. شاید کدام چیزی بر خود بخره. هرچی میخواه بخره. درست است. تو تشویش نکن. من برش میتونم تا آمادگی رو شروع کنم. درست است. شام تو خانه نباش. نباید مادرم تو رو ببینم. مهم عروسی شماست. شما که به هم برسین، من به خاطر شما شبا خانه نمیرم. مادرتون مرا نبینم. در هر بخش داستان از یک دوست اخراج شده خود یادآور میشیم. این همه ظلمه با تصاویر و متن نشان میتیم دوستا. این کار میکنیم اما ببینیم که میخواین یا نه. رایگان و چاپ میرسونیم. اگر ضرورت شد دوستای رضاکار خوده پیدا میکنیم تا مجله برشان بدهیم. خانه به خانه توزیع کنن. هر چقدر که کوشش کنن، چغ بزنن، نشر کنن، کلش بفایده است. همگی کور و کار شدن. این ظلم هیچ کسی نمیبینه. دوستای ما هم هیچ امیدوار نسازین.
تا وقتی که اونا را از بین نبریم هیچ کس در این کشور راحت نمیشه. ای دوست ما کی است؟ تازه از وظیفه خود سبکدوش شده. خانمش از تشویش زیاد طفل خود از دست داده بیچاره. سهیلا او بسیار خوش است. خدا میفهمه چی فکر میکنه. همراه ما گپ نمیزنه فلیس. ایلی بیا چند دقیقه گپ بزنیم. بگو دیگه بریم. تو چی میپوشی؟ تصمیمت چی است؟ من هیچ نمیفهمم. پولم نداریم. دخترها چرا داشتین؟ بخیزین آمادگی بگیریم. شب مهمان داریم. گفتی مهمان؟ بله. دینیز بیادر برم گفت امشب به خواستگاری تو میایم. هولیا تو چی میگی؟ راستش درباره او غلط فکر کردم اما در مقابلشان استاده شد. گفت که من این دختر دوست دارم باید بگیرم. بسیار خوش شدم ایلی. آفرین به دینیز. مادرش چی گفت؟ پدرش عصبانی شد. راستش مام زیاد متعجب شدم. گفت که اولاد ما هستی باید وظیفه خود انجام بدی. به هر صورت من لباسای خود تبدیل کرده بیرون میرم. نمیخوایم که من اینجا ببینن. صبر کن نرو. تو رام ببینن. بیا زوغل هم کار بام شدین دیگه. بعد از این کار کردن تو در او خانه هیچ خوب نیست. میفهمم اما دینیز بیادر از من خواهش کرد. حتما نمیخوای که کسی مزاحم کارش شود. هولیا تو خود جگر خون نمیشی همه تو نیست؟ نه خیر گپای ناک نزن. فرق نمیکنه. من بیرون میرم و تفریح میکنم. کافیست که شما خوش باشی. دیدی خواهر همه چیز خوب شده میره. خدایا هزار بار شکرت. حالا چی کنیم؟ آن دخترا من چی کنم؟ مرا نباید پدرش ببینه. چرا؟ دیروز من با جای دیلیک خود عروس معرفی کردم. جنرال سنجر خود مرا مشناسه. های بله راست میگی. اما حالا چی کنیم؟ زیاده روی نکنین دخترا. فقط که زلزله شده. این قسم همگیتون از خانه بیرون میشین. وقت آمده داشت بس خانه پنهان شو و بس. قرار نیستم اون خانه رو خود تلاشی کنن. حالا دیگه اینجا استاد نشید. زیاد کار داریم حالا. آمادگی بگیر. این خوشی ها به زودی ختم میشن. خانه را سر چپه میکنن. چپه قدر پول ها برای شیرنی گرفتن کافی نیست. اگه داشت میداشتیم خودم آماده میکردیم. هولیا این یک کار خیر است. تو هیچ پول ندادی. تو خود معاش داری. ما تا هنوز معاش نگرفتیم. اونا زیاد مصروف بودن. باز ازشون خواسته نتونستم. چند دانه بوتل داشت بس خانه بود.
این آرام بده. اگرچه پول زیاده نمیشه اما مجبور هستیم، فرق نمیکنه. درست است، اما لباسای خودت تبدیل کده میرم. دینی جان چطور هستی؟ خوب هستم، زنده باشی. فکر میکنم کدام کار خیر است؟ بله، همه قسم از خدا رو شکر. خوش آمدید. خوش باشید. میشه بگوین قیمت اینا چند است؟ 15 لیره است. 1 کیلویش. کلچه کیلوی چند است؟ تمامشان عین قیمت است. راستش اما میخوایم 1 کیلو بگیرم، اما پول ما کافی نیست. اگه خواسته باشین از تو شده گیاهش بتن. درست است، از اما تو تا بتین. تو هنوز هم اینجا هستی؟ چرا پرسیدی؟ باید آرایشگاه می بودی یا که نمیخوای خود آماده بسازی؟ آمادگی به خاطر چی؟ بسیار میبخشی، پس ما اشتباه کردیم. توبه کردیم خدایا، اگه چیز نگویم دلم آرام نمیشه. بیبی از عصبانی هستم، هر گفتنی که داری زودتر بگو. وقتی که از خانه بیرون شدم دینیزه دیدم، در دستش یک دسته گل بسیار زیبا و یک پاکت شیرینی بود. یعنی قسم معلوم میشد که به خواستگاری میره. من فکر کردم که خانه شما میره، اما معلوم میشه که خانه کدام کسی دیگه میره. اما جدی نگی جانم، هیچ تشویش نکن، خدا برات صبر بده. دستم دینیز با کلگی اما تو میکنم. سلام. دختر او کی است؟ نمیفهمم جانم، از وقتی که آمدیم اینجا شیشته، ما هم نمیشناسمش. او خب همه سلام داد.
ترسیدی؟ تو اینجا چی میکنی ها؟ میبینی که در اینجا قدم میزنم. درست است اما مزاحمت ایلیف نمیشه. صبر کن. چرا عجله داری؟ مهمون میاد باید خانه برم. درست است. اگر خواسته باشی من تا خانه میرسانمت. بشنو زیا، بعد از این برام مزاحمت کن و همراهیم گپ بزن. معلوم میشه که دینیسی مشوره را برات داده. ضرور نیست کسی برای من مشوره بده. این همش خواسته خودم است. ایلیف ما با تو چی کردیم؟ ها؟ یعنی ناخواسته دلت شکستاندیم یا چیزی برات گفتیم؟ امشب خانواده دینیز میایم به خواستگاری من. همراه دینیز عروسی میکنه. ای قسم است. پس مبارک باشه. بعد از این نباید همراه من ملاقات کنی. لطفاً مرا در درست است تشویش نکن. من کار نمیکنم که تو شرمنده شوی. بسیار تشکر. نیت نه، قسمت کار خودم میکنم. چی شدم؟ درخت افتیده جنرال صاحب. پایین شو پاسش کن. عجله کن زود شو. سوار شو احمق، سوار شو. لعنت به شیطان. اسکر امر کنین جنرال صاحب. چند لحظه پیش صدای فایر شنیده شد. اطراف بررسی کنید. زود شو. امرتان بجا میشه جنرال صاحب. زود شو برو. ایلیف یک بار بیبی که درست است یا نه؟ ها دیگه جانم ازی بیشتر نمیتونیم. تو یک بار طرف مسئله که این رنگ درست است؟ بسیار خوب است، درست است. آمدن. فیلیس عجله کو باش بس خانه برو. اما داخل میرم. کاکا ابراهیم شماستید؟ فیلیس بیا اونا نیستن. خوش آمدین کاکا ابراهیم. خوش باشی. شیرینی گرفتم، دیگه به چیز ضرورت ندارین. نه خیر کاکا ابراهیم. ایلیف کلچه آماده کرد و بعضی چیزای دیگه. دیگه چی بتیم؟ دختر مثل گله برشان میتیم. بیادر؟ خوش آمدی بیادر. چطور هستی بیادر؟ زنده باشی. این خوبیت هرگز فراموش کردن نمیتونم. زنده باشی. خواهش میکنم دوست به می روزاست بیادر جان. خانه را پاک کنین و با آرامی براین. درست است. تشکر میکنم. وضعیت دختر چطور است؟ خوب است، زیاد جدی نیست. فقط چند روز با هم هستیم. او در راه خود میره و ما در راه خود. کلیده بتی دیگه حالا.
از امی خانه ما دختر خواستگاری میکنیم؟ مادر خانه رنی دخترم میخوایم. شنایی این یک بازی است زیاد جدی نگی. ما هم نمیخوایم عروس ما شوه. عجله کو بریم کمکم کو. ای بار حتما اوناست. دخترم دروازه را باز کن. اینا رو به تو آوردیم. خدا به زحمت ساختی دینیز. خوش آمدین. بفرمایین بشینه. بفرمایین خانم. استغفرالله. بفرما بشین. ایلیف دستایشانه ببوسو چو؟ دستتانه میبوسم. لازم نیست. باید این رسم و رواج قدیم از بین بره. تا هنوز قدر پیر نشدیم. شاین بیادر؟ شام بخیر. معذرت میخوایم مزاحمتان شدم. فکرت در خانه است؟ فکرت نیست. یک شرکت از ازمیر برش پیشنهاد کار داده و ملاقات کاری رفته. شب اونجا میباشه. اما اگه مهم از باز نه خیر. من فقط خواستم خبرتان بگیرم. برش سلام بگو. شام بخیر. شام بخیر. خدا کنه که بخیر چلاره بپوشین. میترسم که کدام مشکل پیش نشه جانم. چیزی نمیشه انشالله. چی کردین؟ قهوه رو آماده ساختین؟ آماده است. اما ایره بیبی تمام گلاس ها از یک دیگه خود متفاوت نمیکنه. چاره نداریم. در قهوه دنیز نمک انداختین؟ چرا؟ اگه قهوه شوره بنوشه به این معنیست که هر مشکل تحمل کردن میتونه. بس از کافی است. از صبر کو. تو چی میکنی ساحل؟ تو این کار مداخله نکن. خب بس از دیگه. بس از آی. دنیز اینجاست. او حتما برام کمک میکنه. نمیخوایم. حساسیت دارم. تشکر. زنده باشی دخترم. به دستایت برکت عزیزم. نوش جانم.
چی شده بچیم؟ چیزی نیست مادر، در گلونو پرید. میخوایم سر اصل موضوع بیاییم. قسمی که شما میفهمین دلیل آمدن ما معلوم است آقا ابراهیم. اولادای ما یک دیگه خود انتخاب کردن. وظیفه ما حمایت کردن است. قسمی که رسم و رواج است با خواستگاری آمدیم. چی میگین؟ با امر خدا و قول پیامبرش دخترتانه ایلیفا با بچه خودم دنیز جان خواستگاری میکنم. قسمی که شما گفتین جوانای ما تصمیم خود گرفتن و به این راه قدم ماندن. زندگی به مبارزه ضرورت داره. جوانا این تصمیم با فکر و دقت گرفتن. من به این تصمیمشان بسیار احترام دارم. با خواست خداوند هرچی به خیرشان باشه همو میشه. حالا میتونه دست ما ببوسی. زنده باشی دخترم. دستتانو بتین. زنده باشی. زنده باشی. پدر تشکر مادر جان. ای کار آقا ابراهیم انجام میده. بسیار خوب. زنده باشی. بفرمایید. دستایتانه دراز کنین جوانا. بیگی دخترم خداوند نیک و مبارک کنه. من باز میکنم. ماما سهیلا باید دستمو پانسمان کنم. ماما شما را چی شده ها؟ بعداً برات میگم. اینجا چیزی نیست. به خاطر یک کار خیر آمدن. بیا که ما تو در بیرون گپ بزنیم. بیا. چه قسم کار خیر؟ خدایا کمک کو. همه چیز از بین خود رفت. ایلیف تو چطور میتونی کار کنی؟ و تو چطور قبول کردی؟ کاکا شاهین معذرت میخوایم دنیز، عرف ما تو نیستی.
اما نمیشه. امکان نداره. وقتی تو بچه یادم باشی امکان نداره. متوجه گپایت باش. ما از شوق اینجا نامدیم. پدر تو چی گفته رایستی؟ بلند شو شنایی، از اینجا میریم. کار ما خلاص شد. ما دیگه اینجا کار نداریم. الیف دخترم، نمیبینی که تو رو چقدر تحقیر میکنه؟ در شروع کار تو میکنه. هنوزا میخوای عروسشان شوی؟ کافی است دیگه. کافی نیست ابراهیم بیادر، کافی نیست. تا وقتی که ریشه انسان از بین نره کافی نیست. شنایی بیا که بریم. حالا دیگه معذرت میخوایم. تو جگرخون نشو عزیزم. درست است، تشویش نکنه. این مشکلات قبول کرده بوده. تو برو. مادرت زیاد جگرخون است. برو. بیشی دخترم، بیشی. الا تشویش نکن، همه چیز خوب میشه. تصادفه بیبی. چقدر کوشش کردیم کدام مشکل پیش نیاید. الیف، معذرت میخوایم. باور کن نمیفهمیدم که مامایم اینجا میآید. تشویش نکن ساحلا. قسمه که کاکا ابراهیم گفتن ما این مشکلات قبول کردیم. باید این مشکلات هم تحمل کنیم. بچه‌م تو نمیایی؟ لباسای خودت تبدیل کرده به قدم زدن میرم. به خاطر تو تا کجاها رفتیم دینیس. با کیها مخاطب شدیم. با جایی که تشکر کنی انوزم قهر استی. همراهش کار نداشته باش. هر جایی که میخوای بانک بره. یک بار چهریشه بیبی. تشویش نکن. 2 روز بعد و چلر از دست خود میکشه مندازم. باز او وقت ما رو میگه که از این شرمندگی مرا نجات بده. کاملا قسمی که میخواستم. میشه یک گلاس جوس برم بدین؟ بفرمایید. تشکر میکنم. دینیس کجا هستی؟ چطور هستی؟ در بیرون هستم. کم پریشان هستم. چی شده؟ به خاطر الیف پریشان هستی جانم؟ داستانش طولانی است. باید از نزدیک ببینم گپ بزنیم. درست است. پس بیا و برام بگو جانم. در کلاب هستم. یا پراک هیچ خوب نیستم. بعداً ملاقات میکنیم. اما وقتی که تو میخواستی من میامدم. گفتم که ما دوست هستیم. ما واقعا به کمک تو ضرورت دارم. نمیتونم در موبایل برات بگویم. اگر دوستم هستی باید بیایی. چرا قسم بگی یا پراک؟
البته که ما دوستای خوب هستیم. دوست خوب همین روز به درد میخوره نه؟ پس هم یالا بیا، منتظرت هستم. مبارک باشه. چی بگویم دیگه؟ کس برای چیز نگفت. بیازا بزرگ اینجا آمده بودن اما بازم زنده باشن. خانم شنایی چی که تو رو باغوش نگرفت؟ زیاد صمیمی رفتار نکرد، یک کمه سر ما عصبانی بود. فرق نمیکنه جانم، در نکا برکت وجود داره. وقت برشان یک نواسبتی با سر چشمای خود نگاهت میکنن. اما دیگه میرم میخوابم جانم. جنرال سنجر سر چشمای خود جای میدید، اما نمیفهمم که چه قسم. جزایت خواد دیدی احمق. اوه کی رو میبینم مقبوله؟ چی شده؟ میخوایی که غمتو فراموش کنی نی؟ بله نتونستم جانم، از این خاطر دینیز با دلداری دادن من میآید. بعد از این فقط او را در خواب دیده میتونی. همراهتون هم میخوایم بحث کنم. خوب چطور هستی؟ ایده اینجا چی میکنه دخترا؟ چرا؟ قرار بود که امشب به خواستگاری بونه. فکر میکنم اشتباه کردی جانم. عزیزم سلام. سلام، همه اینجا بسیار بیروبار است. فرق نمیکنه، بیا بشی. چیزا نمی نوشی؟ تو به جای مام نوشیدی نه؟ بلند شو که تو رو خانه ببر. قرار بود با هم گپ بزنیم. یا پراگ تو در حالتی نیستی که گپ بزنیم. بلند شو. صبر کن جانم، ما رو به خانه نبر. نمیخوایم از تو جدا شوم. یا پراگ هیچ لره بیبی، ما امشب نامزاد شدیم. هیچ کار خوب نکردی. یک دختر دهاتی رو هم سر خود ساختی. یا پراگ درست گپ بزن. ای که چه قسم تو را فریب دادن نمیفهمم. بیبی به خاطر که به اوش نیستی چیزی نمیگم. معلوم دار است او دختر شخصیت خاص داره. او را با سلیزن. بله او شخصیت خاص داره، فهمیدی؟ تو ایره نمیفهمی، مثل تو احمق نیست. قرار بود که دینیز با دل دارید به اما تو نیست؟ فکر میکنم که کدام سلیست یا که چشمای من اشتباه دید. از اینجا برو گم شو. بچشم پیش همه گی رسوا شده یا برگ. حداقل من به خاطر که جور نامدیم جدا شدم، اما تو لط کوبام شدی و خدا. بس است. دختر احمق میخوای چی کنی؟ دیوانه شدی تو؟ جزایی کارت خادیدی، جزایی کارت خادیدی.
لعنت به شیطان، یک دانه تاکسی هم پیدا نمیشه. حق ما از کسی مانع شدن نمیتونه. تحصیل حق ما از کسی مانع شدن نمیتونه. تحصیل حق ما از کسی مانع شدن نمیتونه. شما چرا اینجا جمع شدین؟ با ما داخل اجازه نمیتن. میگن چادر خود بکشین، باز داخل رفتن میتونن. داخل شدن تا باغچه ممنوع است. کافی است دیگه، بس است. سهیل ایستاد شو. دروازه رو باز کنین، میخوایم داخل شوم. اول چادرت پس کو باز داخل شو. بخصف نمیرم، میخوایم همراه خانم رنا گپ بزنم. با چادرت تا کانتینم اجازه نداری. به خانم رنا زنگ بزنین، اون مرا میشناسه. تو عقلت از دست دادی. برو بر ما درد سر جور نکن. برای زنگ بزنین، بگوین سهیلا زنگ زده. سهیلا درباره چی میخوای امروز خانم رنا گپ بزنی؟ میخوای دیگه چادر نپوشی؟ بفرمایید. خانم رنا، به خاطر که مزاحم شدم معذرت میخوایم. یک دختر آمده به نام سایلا. میگه تا که همراه خانم رنا گپ نزنم از اینجا نمیرم. ما گفتنیای خدا برش گفتیم اگه تصمیم گرفته چادر خدا پس کنه برش اجازه بده. با شرط داخل رفته میتونیم که چادرتون رو بکشیم. بله. چی میکنی ها؟ هرچی که خانم رنا میخواه همون رو انجام میدیم. چادر خودم میکشیم. خانم رنا، به نام سهیلا یک مسئله است. میخواد شما را ببینه، اما چادر پوش از خانم رنا. برش اجازه بده، فرق نمیکنه. چند دقیقه بعد چادر خدا پس میکنه. بیا جانم. واقعا از تصمیم درستی که گرفتی بسیار خوش شدم دخترم. قرار بود چند دقیقه بعد دوستیتام شامل اونها شوه، یعنی به قوانین معرفی میشی. یک قسم است؟ پس نجات یافتم نه؟ نجات یافتی، اما ای چادر خو هنوزم در سرت است. خواستم که شما بکشین، لطفاً برام کمک کنین. به تنهایی نتونستم که ایره از سرم پس کنم. میفهمم. بیشی. چه قسم؟ یک دانه دگام است؟ اینم شما پس کنین. دخترم ای چی وضعیت است؟ تو همراه ما بازی میکنی؟ نه خیر. توبه توبه، دگام است. حتی یک دانه دگام است. کافی است دیگه. تو میخوای همراه ما بازی کنی؟ در اصل شما همراه خواسته های ما بازی میکنین. چرا درک نمیکنین؟ ببینین اگه 1000 بارم بردارین بازم چادر من ختم نمیشه. از شما بسیار زیاد تشکر میکنم. از برکت شما یک بار دیگه فهمیدم که با چادر بسیار راحت هستم. به نظر من شما هم امتحان کنین. شاید راحتی را که سالها قبل از دست دادین دوباره به دست بیارین. Hayatım kördüm açmaz olsa bile gönlümün kuşları uçmaz olsa acılar sözleri
Kardeşim beni bulsa bile dimdik dursa Elif gibi اما سهیلا را میشناسم. اگه در عصبانیت کدام کار کنه بعداً پشیمان میشه. تصمیم خودش از فیلیز. به خاطر که دوستش داریم برش کمک میکنیم. دیگه کار از دست ما ساخته نیست. سهیلا آمد. اون را چادر خود نکشیده. سهیلا چادرت نکشیدی جانم. چادر ما پس نکردم اما دست ما بلند میکنم. دستت پس کن رعنا. به چادر ما دست نزن. ای مادر جان تحمل کن. میمرم مادر میمرم تحمل کن. تحمل کن. مونده نجات پیدا میکنی. تحمل کن. تحمل کن کام مونده. تحمل کن. دخترم بخیر خود میشی. خدایا عذر میکنم برات. یک طفل سالم و صحتمند نصیب ما بساز پروردگار. خدایا برش اولادو بخیر بده. خدایا نجاتش بده. خدایا. چی شده خانم؟ کجا میری؟ آرزو ولادت کرد؟ ندانست ولادت کنه. ما از اینجا میرم. خانمت جان خود از دست خواهد داد. به ملازمت داره. خدایا ما یک اشتباه کنه مرا بابا بازم مثل همیش به بطن مادر مثل سنگ شده. سالم نیست اما هنوزم زنده است. خداوند برتان صبر ده. چرا خدایا چرا من دلیلش هم میفهمم که چرا ما بسیاری گناه بزرگ کردیم. من یک طفل نازاده معصومه از مادرش جدا ساختیم. هرقدر صبر کردیم دختر ما را کسی نگرفت. نه کدام خواستگاری آمد و نه کسی خوشش کرد. دختر مثل گل ما مجرد ماند. میشه بگوین که دخترتان مکتب خلاص کرده یا نه؟ نه خیر ملا صاحب، بعد از صنف 3 پدرش اجازه نداد. گفت که الان شدی باید از بچه ها دور باشی. گفت نباید توجه کسی را جلب کنی. خب درست است، فهمیدم. خب میشه بگوین که دخترتان با کورسای صنایع دستی اشتراک کرده یا نکرده اونجا؟ چند روز روانش کردم اما پدرش دیگه نماند. گفت دختر نباید از مادرش دور باشه. اما دخانه میبافه، میدوزه، مصروفیت داره. دخانه ها؟ بله. خدایا توبه کردیم. خوب است. دخترتان خوش داره بعضی اوقات با کسی 6 تا قهوه بنوشه و درد دل کنه. میشه دی باره برام بگوین؟ نه خیر ملا صاحب،
صحبت چی؟ درد دل؟ قهوه چی؟ دخترها باید در خانه بشینن. احمقا، دختر بیچاریتان با مکتب نماندین، با آموزش صنایع دستی نماندین. دخترتان با هیچ کس رابطه نداره. شوهر از کجا پیدا کنه بگونه؟ ها؟ ما از جیب خود برای شوهر پیدا کنم، از جیب خود پیدا کنم بگونه؟ اگه در جیب ما میبود باز هیچ دختره به شوهر نمیمان. فهمیدی؟ توبه توبه. بریم دخترم بریم. ما کجا آمدیم؟ این چه قسم یک ملاست؟ فرار کو دخترت زندانی بساز، باز بگو شوهر پیدا نمیشه. با این کارت تا آخر عمر مجرد میمونه. خدایا تو برم صبر بده. هر کی دیوانه است پیش ما میاین، هیچ حق ندارن به خدا مرام دیوانه ساختن. مناسب قربانتان شما کمک کنین. خانمم در بستر مرگ است. میگه گناه بزرگ انجام دادیم دیگه چیز نمیگه. خواهش میکنم. ای خدایا قربانت شم، دانه دانه روانشان کن. برو بیادر جان به کارت بر، از من ملا نیستم. برو بیادر جان برو صدقه جان. من برش گفتم اما نمیشنوه. ملا صاحب مریض از بیرون رفته نمیتونه. مناسب قربانتان شم، خانمم در بستر مرگ است. حضور میکنم. گفتم که ملا صاحب بیرون رفته نمیتونه، زیاد کار داره. همگی منتظرش هستن. برو یک از دیگه پیدا کن. شما هیچ رحم ندارین. میگم که خانمم میمیره. طرف ما بیبی مناسب. اگه خانم ما قبل از گفتن راز بمیره، این خانه را سرتان چپا میکنم. عجله کو. درست است بیادر جان، درست است. صبر کو، آرام باش. من ملا هستم، شاید بتونم کمکتان کنم. در خدمتتان هستم. خانم در خانه شال است، اما تو نیست؟ بله خوب است. زود شو بیاد، زود شو. بریم بیادر، بریم بفرما. بریم. دستایی که بچه در ما دراز میشه او دستا بشکنه. دستایی که بچه در ما دراز میشه او دستا بشکنه. دست تپس کنن و بچه در ما دست نزد. دست تپس کنن و بچه در ما دست نزد. دست تپس کنن و بچه در ما دست نزد. او دختر به خرید عروسی خود چی میخواه؟ حتما برات گفته باشه. فهرست طویل داده. مادر لیف قسم دختر نیست. آی بچه بلیاز خدا باز کو دیگه نمیخوایم نامش بشنام. ما مادرت هستم. انسانا را شناخته میتونم. خودت دیدی از گرسنگی دهنشان بوی میداد. مادر گرسنگی چیز دیگه است و هرس چیز دیگه است. اگه لیف مشناختین قسم نمیگفتیم. چی شد؟ چی گفت؟ ها؟ صبر کو خوشو جان، شوهرش باید سوال کنه. خب بگو چی گفت؟ بیادر به نام رعنا کارای کسی را میشناسی؟ اگه میشناسی بگو. نه خیر. ها ببین چی میگم. خانم در گذشته امرای او زن یک خیانت بزرگی را انجام داده. تو برو او خانم پیدا کو و موضوع را حل کو تا خانمت راحت شود. فهمیدی؟ خوشو جان بیا که بریم. هلا عجله کو خوشو جان. بریم. جنرال صاحب، دیشب بعد از تحقیقات نیروهای ما یک سلاح پیدا شده جناب. برای بررسی روانش کردیم. خوب است. فکر نمی کنم که دشمن شخصی ما باشه، اما بازم احتیاط شرط است جنرال. امکان دارد ایت یک اوضاع حساس فرصت طلبها استفاده کن جنرال صاحب. حادثه پشت حادثه در مقابل شما بسیار خطرناک است. قسمی که گفتین اول آدم موتورسیکل سوار، بعدم سوی قصد جان شما جنرال صاحب، معلوم است. وقت شروع شد جرأت مقابله را با ما پیدا کردن. ما از اونا چی کم هستیم؟ بیاین، یک با یک بیاین، 2 نفری بیاین، 5 نفری بیاین جنرال. اما ما آماده هستیم. دیگه کدام امری ندارین جنرال صاحب؟ رفته میتونین. امرتون بجای میشه. ما هم پیش شما می آمدم جنرال صاحب. چیزی شده؟ یا پراگ بجاش یک نامه نوشته که چند وقت از اینجا دور میرم. توبه این قسم کارا خودتش نبود. ما و مادرش بسیار به تشویش شدیم. امکان داره امرای دینیزم جنگ کرده باشه. راستش آخرین دفعه که دیدم خوب بود. دیروز تمام روز در خانه بود، چیزی نگفت. اگه میگفت من خبر میشدم.
شاید نمیخواه به زنگای ما جواب بده. کدام گپ شد خبر بتین؟ تشویش نکنین دگر ورسه خبر میتم. بفرمایین. خانم پروین زنگ زده بود. خب یاپراک یک یادداشت مانده رفته. کجا رفته؟ مادرشم نمیفهمه. گفتم میخوایم تنها باشم یک چند روز مرا نپالین. خب دیگه به نظر ما یک مدت به آرامش ضرورت داره. او را دیدی؟ دیشب دیدمش. زیاد نوشیده بود. گفتم بیا که تو رو به خانه برسانم، نخواست. بعداً گفتگو کردیم و من او را ترک کردم. پس او دختر به خاطر تو خانه را ترک کرده. مادر من چی بفهمم؟ در ضمن فعلا یاپراک هیچ برای مهم نیست. ازدواج میکنم، نمیبینین؟ دختر مثل گل رفت مانده تو کیره. ای درست است. بله چادرش بیبی مقبول است. امیره بگی بریم. دیگه شام امتحان کوی لیف جان. هر کدامشان که خوشت آمد امورو بگی. یک بار ازدواج میکنیم. بیادر همینجا زندگی میکنم، باید همراهش ملاقات کنم. نامش رنا کارای است. باید او را پیدا کنم. بینام کسی اینجا زندگی نمیکنه. دیگه معلومات دادن نمیتونم. یک بیادر داشته جنرال است. شاید نیت تو بد نباشه، اما دیگه مورد چیز گفتن نمیتونم. بعد سر گرفتار میشی. پشو بیادر پشو. هر قسم افراد مشکوک داخل اجازه نمیتونست؟ نه خیر خانم، میخواستم روانش کنم. میگه با خانم رنا کار دارم. نشانی خانهش میپرسم. شما با خانم رنا چی کار داری نکن؟ ما باید او را پیدا کنم. بسیار یک کار مهم است. موضوع چیست؟ خانم مو را میشناسم. یک خبر برش میرسانم. خانم رنا از اینجا کوچ کرده. در دانشگاه مرکزی استانبول معاون است. اونجا پیشش رفته میتونیم. حرکت کن. دینیز هیچ لازم نیست. بیازا من طلا نمی پوشم. البته عروس یک جنال بزرگ میشی. طلا پوشیده نمیتونی. باید الماس بپوشی. مادر شما مرا غلط درک کردین. من هیچ چیزی نمیخوایم. از او خاطری گپا گفتم. درست است. پس بیا که بریم. نه خیر. میشه لاکه تای الماس خدا نشان بتین. دینیز خواهش میکنم، اما واقعا این چیزا را خوش ندارم. اما من خوش دارم. به خانم من الماس میزیبم. نوش جانتان. درست است دخترم، رفته میتونی. کجاستی؟ خریداریشان خلاص شد، تا خانه تعقیبشان کن. طرف خانهشون روان هستم. نباید کسی دیگه در خانه باشه. اونا هنوزم در دانشگاه هستن. درست است.
امروز این کار خلاص کن. بچه مرا از شر اونا خلاص کن. آمین انشالله. الا دیگه دخترم این آدم چرا مثل فیل مرغ چرت میزنه؟ نمیفهمم مادر جان. حتما وقتی او زنده او حالت دیده ترسیده. بیچاره توبه. داماد جان چرا گپ نمیزنی بچه؟ او خانم نام یک زنه برم گفت به نام رعنا کارایی. فکر میکنم میشناسمش، اما ای که ما گذشته خدا فراموش کردیم این موضوع برم بسیار مشکل است. کاش ما همراه شوهر او خانم میرفتم. شوهر جان تو را به او خانم بیگانه چی غرض است؟ بیبی اگه بشناسی ما میشناسمش. من خانمت هستم. رعنا کارای. نه خیر هیچ به یاد ندارم. نه خیر هیچ ما او را نمیشناسم. بیاین. خانم رنا شما گفتی نمیخواین امروز کسی ملاقات کنین، اما یک نفر به دیدن شما آمده. از جمله محصلین است یا نه؟ نه خیر خانم شما را مشناسه. هیچ وقت ندارم، بگو مصروف هستم بعدن بیایه. همراه ما ملاقات میکنم. مصروف هستن، براتان گفته بودم فردا بیاین آقا. خانم محترم من زیاد وقت ندارم. متاسفانه کاری کردن نمیتونم. ببینین خانم محترم فقط 5 دقیقه مزاحمشان میشم. لطفا مشکل خلق نکنین آقا. خانم محترم همسر مده به سر مرگ است، چرا نمیفهمین؟ قبل از اینکه محافظی نبخوایم لطفا از اینجا برین. درست است. سلیم کجاست؟ او خانم پیدا کرده تونست؟ پیدا کرده پشت همو خانم رفته. خدایا چی میشه؟ با ما توان بده، قوت بده تا آمدن خانم. جانم نگی. الیف کار نداره؟ چرا پرسیدی؟ با غذا خوردن میرفتیم، حتما گشنه هستی. البته که گشنه است بچیم. یعنی بچیم مام زیاد گشنه هستم. از صبح تا حالا هیچ چیز نخوردیم. نه خیر من گشنه نیستم. نوش جانتان. میشه مرا تا خانه برسونی؟ درست است، هر قسم که تو میخوای. السلام علیکم. علیکم سلام. ما یک زهر قوی میخوایم. به خاطر باغچه اویلیتون؟ بله دازم باید زودتر نتیجه بده. البته تشویش نکنی. بفرمایید. چقدر میشه؟ 10 لیره. بفرمایید.
خانم رنا، چند دقیقه پیشم آمده بودم. نامم سلیم است. باید همراه شما گپ بزنم. شما کی هستین آقای محترم؟ مرا از کجا میشناسین؟ من شما را نمیشناسم. خانم میشناسم. خانم شما کی است؟ قابل آرزو. ولادت شما را او انجام داده بود. خانمم در بستر مرگ است. بعضی گفتنی ها با شما دارم. لعنت به شیطان، فقط همی کم بود. به خاطر همه چیز بسیار زیاد تشکر. خوش نباش، تا حالا ای چیز ختم نشده. تا انو سر میزه نکا نشیشتی. الیف پایین نمیشی؟ روز بخیر. باز در روز نکا میبینیم. الیف مادرم به تو چیزی گفت؟ نه خیر. تو برو، مادرت منتظر نمون. اجازه بده تا اتاق برسانم. نه خیر نه خیر، لازم نیست. پیش دروازه سر بچه‌م ناز میکنه. اصل باید از این آدم ترسید. حالا برو دیگه. لباس عروس بسیار برات میزیبه. زیاد گپ نزن احمق، برو. شاید شام ما وردان بیاییم. نه خیر نه خیر نیایی. باید درباره نکاح گپ بزنیم. لازم باید تصمیم بگیریم برای شب حنا. تو چی میگی دینیز؟ زیاده روی نکن. زیاده روی نمیکنم. فقط یک بار ازدواج میکنیم. همه چیز باید کامل باشه. شام باز گپ میزنیم. مادر بالاخره آمده تانستی. بچیم تو به او دختر زیاد روی میتی. در ضمن فکر نکو که او کارتا ندیدم دی نیست.
بله من هستم رنا. خدایا شکر، خدایا هزار بار شکرت. تا امروز با عذاب وجدان زندگی میکردم.